یک نقطه‌ای وجود داره، یک ابهامی وجود داره برای مسئله ماینینگ که مسئله خیلی کوچیکی هم نیست. بحث انرژیه. صنعت استخراج به طور خاص چقدر انرژی داره مصرف میکنه؟ ما به سختی میتونیم جواب دقیقی پیدا کنیم چون احتمال خیلی زیاد محاسبات پیچیده‌ای داره و میدونیم که این مسئله میتونه تاثیرگذار باشه. توی بلران قبلی خب دوستانی که بودن یا اخبارش رو شنیدن میدونستن که خب از یک جایی به بعد برای مثال ایلان ماسک توییت زد و اعتراض کرد به مصرف انرژی بیت کوین و گفت مثلا تسلا دیگه بیت کوین قبول نمیکنه و ما میریم سراغ داش کوین. چقدر مصرف انرژی ماینینگ در شبکه بیت کوین؟ این سوال ماست و اینکه در آینده اگر بخوایم ادامه بدیم با توجه به مسائل محیط زیستی که آقای دهقان هم اشاره کرد، چه چشماندازی ما میتونیم در نظر بگیریم برای انرژی که تجدیدپذیر بشه یا فرمش تغییر کنه تا ما بتونیم امیدوار باشیم که این شبکه به رشد خودش و گسترده شدن خودش ادامه میده. بریم و از نیما عسکری این سوال رو بپرسیم، یعنی بشنویم جوابشون رو که ببینیم انرژی شبکه بیت کوین در چه وضعیتی قرار داره و چه چشماندازی میتونیم براش داشته باشیم. مرسی. خیلی عالی، خیلی ممنونم بابت سوال جالبتون. قبل از همه چیز باید این رو در نظر بگیریم که ماینرها تجهیزاتی هستن که از نظر مصرف انرژی خیلی بحث روشون هست تو کل دنیا. اگه بخوام یک رقم سرانگشتی بهتون ارائه بدم، باید بدونیم که مصرف برق کل ماینرهای دنیا در سال 2023 چیزی بین 67 تراوات ساعت تا 240 تراوات ساعت بود که میشه معادل مصرف برق کل کشوری مثل یونان یا استرالیا و یا هر کشور مشابه دیگه‌ای. بنابراین اگه ما بخوایم برق مورد نیاز ماینرها رو از طریق شبکه برقی تامین بکنیم که سوختهای فسیلی نیروگاه‌های این شبکه رو راه اندازی کردن، این ایده میتونه خیلی مخرب محیط زیست باشه. مگر اینکه ما دو تا ایده نوین رو در پروژهمون در نظر بگیریم که حالا برای اولین بار توسط گروه تحقیقاتی ما بررسی شده. مورد اول اینه که بخشی از انرژی یا تمام انرژی مورد نیاز مجموعه ماینری خودمون رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر که حالا دسترس پذیرترین و ارزانترینشون در حال حاضر پنل‌های خورشیدی هستن تامین بکنیم. مورد دوم اینه که روی کاربردهای ثانویه ماینرها مثل بازیافت حرارت اتلافی اونها که از طریق فن این ماینرها به محیط داده میشه و مورد استفاده قرار نمیگیره، روی این بازیافت این انرژی تمرکز بکنیم که حالا به عنوان مثال میتونیم این انرژی گرمایی رو در جهت گرمایش، تامین نیاز گرمایشی گلخانه‌های تولید غذا مورد استفاده قرار بدیم. خروجی این دوتا تحقیق سه تا نکته خیلی مهم داشت. مورد اول این که موقعیت جغرافیایی شدیداً تاثیرگذاره روی هزینه کل پروژه به خاطر تفاوت انرژی تابشی و تفاوت دمای محیط که در نقاط مختلف کره زمین هست. مورد بعدی این بود که سوددهی یا زیانده بودن این پروژه ماینینگ خورشیدی شدیداً حساس هست به رنج قیمتی فروش بیت کوین. حالا رنجی که ما بررسی کردیم $17,000 تا $69,000 بود. و مورد آخر سیاست‌ها و تعرفه‌های خرید و فروش برق از شبکه یا به شبکه در کشورهای مختلف کاملا متفاوته و این شدیداً میتونه روی سودده یا زیانده بودن این دوتا ایده‌ای که عرض کردم تاثیرگذار باشه و سناریو رو کاملا تغییر بده. بنابراین اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم با در نظر گرفتن فاکتورهایی که عرض کردم، این دوتا ایده مربوط به ماینینگ خورشیدی و همچنین استفاده از انرژی ائتلافی ماینرها در کاربردهای دیگه میتونیم امیدوار باشیم که میتونه سودده باشه بر اساس شرایط مختلفی که داریم. عالی.